همونطور که قول داده بودم امروز میخوایم آنباکسینگ کنیم، اونم آنباکسینگ لبوی اورجینال. پس ادامه ویدیو رو ببینید، با ما همراه باشید. سلام، خیلی ممنونم ازتون تحمل کردین و منتظر موندین برای آنباکسینگ کردن لبو از مجموعه بیگ اینتو انرژی. بچه 2 هفته طول کشید تا دستم برسه از خود شرکت پاکمارک. خیلی هیجان دارم. ببینید یه چیزی توضیح بدم در مورد لبو، اینه که من طرفدار پرپا قرصش نیستم. از کل مجموعه لبو هم من اون مجموعه ماکارونش بیشتر از همه دوست داشتم، ولی نداشتن یعنی من بخوام به صورت آنلاین استفاده کنم، من برای این رو استفاده دادم. بریم باز کنیم آیا سیکرت توش هست یا نیست. مسئله این هست بودن یا نبودن. بچه میدونید که من فارسی کلیکم. خب بریم بازش کنیم. هیجان دارم بهش، خیلی خوب دارم دروغ چرا، واقعا هیجان دارم. باسه لبوهای اورجینال به این صورته که گام گذار این بار خودش چیز کنه وارد خود سایت میشه و تایید میکنه که آن اورجینال هست یا نه. از این 6 تا باکس تو این جعبه هست، ممکنه یکی سیکرت باشه، ممکنه هم هست نباشه. من خودم به شخص از این 6 تا رنگی که اینجا گذاشته جدای از سیکرت، این رنگ لاوش رو دوست دارم و لاک که یه رنگ یاسی، رنگ بنفشه یاسیه. بعد رنگای دیگرش خیلی طرفدارش نیستم، ولی اگر خوب هم که خوب در بیاد آبی رو میدم به پسرم چون عاشق رنگ آبیه، طرفدارشه. بریم باز کنیم ببینیم چی میشه. وای اویوی من Which one do you think is? تو انتخاب. یا اول این عکسی شد نمش بشه رنگش که تیر است واقعا؟ لاکه. اوه خدایی من چقدر نرمون تو این رفت بر پشترم بردنیم. بچه اورجیناله ها، نگاه کنید اورجینال. این رفت بر پسرگلی دانیان. بچه ناخوناشون هم لاک داره، نمیم لاکه خوشم چرخه. بچه این اورجینال بودنش این پاکمارک برش. این از لاک بچه خودم انتخاب کنم. من میگم یا سیکرته. نه راست این اسمش هوپ بود، من میگم لاک چون منم رنگ لاک اون یاسیه رو دوست دارم. لاکی اسمش هوپ. خب من میگم یا لاکه همون رنگ یاسی بنفشه یا سیکرت. ندیدم سبز خوشگله بوهل نرمونوه سونجه برم دار بچه ها سکنی زوبالا خود موافقیم؟ نکته آموزشی بودا. Let's go next one. عزیزم بیا بعد یه بگو کدومو بردارم. این؟ میگم کدومه جدا از سیکرت. قرمز شد لا خوش وای چقدر خوشگله، خوش رنگه. خب نه لاک چرا باید اشتباه میکنم. وای عاشقشم. این من شد
تا ویدیو بعدی خدا می‌دن. خیلی نرمه، خیلی نرمه دوره. اما درست حد زد. بچه 2 تا دیگه، آره 3 تا مونده. این از 4میه نیست. I'm sure نیست. دیگه گفتم رنگش آره خدا این لویالیتیه فکر کنم. آره لویالیتیه. آره تو کجاست میخوره لویالیتی؟ اوی بچه چه ششگولیه برد میزنه. آی ای بامه ناخوناشم زرده، دماغش زرده، یه دندونا زرده، دندونش زرده ها مشکل. هر شب نسبت بزن دندونشون زرد نشه. اینم این نکته آموزشیه دیگه. باید چه هم من نکته آموزشی میگم بهتون. راستی اما بیا این 2 تا. خب این 2 تا مونده. Which one؟ انتخاب. راست. این؟ راست خود. راست من چپ تو راست. چه درسات نخون. خب 1 2 باز شد. آقا ندیدم. نه سیکرت. بچه فکر نمی‌کنم باز هم سیکرت باشه. این هم من فکر کنم یا لاو. چقدر خوشگله لاو چه کنه. عزیزم دارم ویدیو میم. اوی پاشم میچرخه. اینم خیلی دوست داشتم. عاشق این 2 تاشونم. اول این بعد خیلی معمولیه، خیلی خوشگله. گوشاشون هم دورنگیه همشون تقریبا. آره دورنگیه. کارتش هم در بیارم. لا از کارتش Let's go the last one. یا سیکرته یا هپینسه. چرا من از رنگ زیرش میتونم سیکرته هپینسه. باید ولی خوشگله. آقا چرا همش با مزه است همینجوری جذبش میشه. همه 6 تاشو داره. آره دقیقا. نگاه کنی خیلی نرمه. دماغش نارنجی، دماغش نارنجیه. چشمش هم خوشگله. نخونش هم نارنجیه. کالش هم میچرخه. بچه این یه رنگ هلوییه. هلویی شال. هلویی خسته نه. هلویی شال. کیف رنگ خانم. کیف رنگ خانم. دقیقا. اینم کارتش و تموم شد. لبو تموم شد دیگه. بسته دیگه. لبو بسته دیگه. اینم از این. هپینس. خب بچه ها این هم از مجموعه لبوی ما. من اول اینا دوست دارم. لاک. بعد لاب. بعد این آبیه رو دوستش دارم. تقدیم به پسرم. بعد بین اینا سبز. نه این هپینس. بعد سبزه و در آخر بریم همه را آتیش که به همیشه ناداد گفت که برای اینکه همه را مکس میکنه برای آتیشش بزن. چقدر ذهنم مریض. الان که اینا میدونست که میان شیطانیه. امشب ببرمشون قبرستون. یه بحثی داشته باشیم. امشب ببرمشون قبرستون. هدیهش بدیم به در ویدیویه. آره من هدیهش میدم به ارواح خاک کانادا.
خب بچه ها دیگه بستتونه دیگه، خیلی شاد شدیم، خوشحال شدیم. نه آتیشش هم نمیدارم. بچه ها ویدیو به پایان رسید، خوشحال شدیم از دیدنتون، شاد شدیم. امیدوارم که دوست داشته باشین. حتما قبل از هر چیز لایک کنین، کامنت بذارین، سابسکرایب کنین و زنگ برم به کار بندازین. و اگر پیشنهادی دارید در رابطه با آنباکسینگ کردن و یا در مجموعه این بلایند باکس ها حتی بر آنباکس کردن لوازم آرایش، شما دخترای خوشگل عزیز هر پیشنهاد نظر دارین بگین، کامنت کنین و من حتما انجام میدم. در ادامه هر ویدئویی من سورپرایزایی دارم. اگر سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت بذارید. جلو درباستی بگم، یعنی نظرم بوده که اگر که ویدیوها به یه سطحی برسه و کانال سابسکرایب ها بره بالا، من هر سری جایزه بدم به کسایی که فعال هستن. مطمئن باشید هدیه‌های باحالی قراره بهتون بده باشه. خیلی خوب باشه، امیدوارم که حال همگی خوب باشه، مواظب خودتون باشین. خداحافظ.